خانم ها و جنابان، امروز حفظ اقیانوس‌ها که بیش از 70% سطح سیاره را فرا گرفتند به یکی از وظیفه‌های بسا اولویتناک بشریت تبدیل یافته است. خطرهای معاصر به اقیانوس‌ها مشکلات عمومی بشری بوده، بیش از پیش اندیشیدن تدبیرهای دستجمعی را تقاضا می‌نمایند. گرچند جمهوری تاجیکستان بی‌واسطه به اقیانوس‌ها علاقه‌مند نباشد هم در پیشبرد روزنامه آب و اقلیم نقشی کلیدی دارد. تشبس‌های گلوبالی تاجیکستان بخصوص در دایره روند آب دوشنبه در دوام 12 ساله کشورهای عضو سازمان ملل و نهادهای آن ساختارهای منطقوی و بین المللی و مالیوی جامعه شهروندی جهت محاکمه مشکلات گلوبالی آب و دریافت راه‌های حل آنها به هم می‌آورد. دوستان عزیز، آبشوی با صورت پیریخ‌ها که یکی از سرچشمه‌های اساسی آب تازه به شمار می‌روند، در نگهداری اکوسیستم گلوبالی نقش مهمی باشد. در برابر افزایش بی‌سابقه طلبات به آبشوی با سرعت پیریخ‌ها و کاهش ذخیره آنها باعث نگرانی عمیق جامعه جهانی گردیده است. طی چند ده ساله اخیر از 14,000 پیریخ تاجیکستان زیاده از 1300 عدد آنها پر آب شده نابود گردیده است. تشبس تاجیکستان آید به اعلان کردن سال 2025 همچون سال بین المللی حفظ پیریخ‌ها دستگیری همه‌جانبه یافت. طبق قطعنامه داخلدار مجمع عمومی سازمان ملل همزمان 21 مارس همه ساله همچون روز جهانی پیریخ‌ها جشن گرفته می شود و تاجیکستان روزهای 29 31 می سال جاری میزبان همایش اولین بین المللی آید و حفظ پیریخ‌ها شد. چاره‌بینی مذکور با در نظر داشت آبشوی با سرعت پیریخ‌ها با یک پلتفرم مهم برای بررسی تدبیرهای مشترک برای حل این مسئله تبدیل یافت. حاضرین گرامی، حفظ اقیانوس و ذخیره‌های آبی وظیفه تمام کشورهای جهان بوده. تنها توسط اندیشیدن تدبیرهای مشترک و برآمدن همکاری بین المللی عملی شده میتواند. در این زمینه پیشنهاد مینمایم که برای حفظ اکوسیستم های ساحلی و بحری و منطقه های تشکل منبع های آب تازه تعداد فاندهای گلوبالی ارزان کرده شوند. اطمینان دارم که چاره‌بینی امروزه برای تطبیق عهده‌داری‌های نو در سمت حفظ اقیانوس و موجودات زیرآبی زمینه پایدار و استوار خواهد گذاشت. از توجهتان سپاسگزارم.